یک سوالی دیگر آمده است اینجا. واقعا بعضی سوال‌ها کسی تبسم میکنه داملو. به هر حال سوال است و نیاز مردم است. میگویند که ما در مسافرت در دولت‌های کفار و باز اینجا گفتند که در دولت‌های مشرکا زندگی میکنیم گفتند و آیا استعمال کردن خوراک آنها برای ما اجازت هست؟ از جمله پمیدار را به نظر گرفتن، پمیدار خوردن گرفتن از آنها و استفاده کردن، یعنی خوردن ممکن است که تو پرسیدم. هر چیزی که آنهایی که در غیر دینی اسلام هستند یا بیدین هستند به شما تحفه دادن، میوه، سبزوات، شیرینی، همه چیز اجازت از غیر گوشت. گوشت احتیاط میکنید که آیا در آن گوشت طریق ذبح اسلامی شده است یا نه. بنابراین از گوشت آنها پرهیز کنید. باقی مانده چیزهایی که تحفه کردن مادامی که حلال است، مادامی که مواد مخدر نیست، مشروبات اسپریتی نیست، گرید استفاده بردن، گرید هدیه آنها را قبول کردن اجازت است. ماشاءالله خیلی خوب.